سلام و درود. امروز مورخ 10 بهمن 1404 میخوایم براتون تحلیل رو آپدیت بکنیم. تحلیل گذشته رو دوستان بنده هستیم آقای کامیاب هستم و اینکه با توجه به شرایط فعلی کشور و حالا خاورمیانه و کل جهان، صرفا به خصوص شرایط جنگی و ایران، پیشنهاد میشه که شما اگر که در حال حاضر تتر توی صرافی خارجی دارید، اینو نقدش بکنید، بیاید تبدیلش بکنید تتر توی صرافی ایرانی. حتی توی صرافی ایرانی هم نگه ندارید، به نظر حتی توی صرافی ایرانی هم نگه ندارید و این رو بیاید شما اصلا تبدیلش بکنید به طلا و دلار، واسه اینکه حالا صرفا ارزش پولتون حفظ شه، و یعنی حتی پیشنهاد نمیشه که توی صرافی ایرانی نگه دارید. اینا یک سری اقدامات امنیتیه که حالا در یک همچین شرطی بهتره که انجام بدین. حتی میتونید اگر که میخواید حالا پولتون رو به صورت تتر نگه دارید، میتونید انتقال بدید به کیف پول هایی که دارید. باز هم بهترین کار اینه که الان نقد بکنید، اصلا هیچ سرمایه خارج از کشور ترجیح نداشته باشید، هیچ پولی نداشته باشید. حتی تو صرافی ایرانی هم بهتره که حتی اصلا هیچ پولی فعلا نداشته باشید، تمامی پولتون نقد باشه. بهتره که فعلا اینطوری باشه تا ببینیم شاید در آینده چطور میشه. اما به طور کلی بخوایم حالا بعد از قطعی اینترنت و این اتفاقاتی که افتاد بخوایم با هم بررسی کنیم، خب دوستان اینترنت قطع شد، ما نتونستیم تحلیل رو براتون به اصطلاح آپدیت بکنیم. همون تحلیل گذشته رو دست بود، در حالی که شما خب دسترسیتون به اینترنت قطع بوده دیگه. بخوایم الان شرایط بازار بگیم، الان شرایط بازار یک شرایط بسیار حساس و پرنوسان و پر ریسک هستش. بنابراین بهتره که یعنی بیشتر پیشنهاد میشه که شما فعلا ترید نکنید، هیچ معامله باز نکنید. اگر که میخواید معامله باز کنید، اگر که اصرار دارید بر معامله باز کردن، بهتره که تریگرهای خیلی خوبی داشته باشید، ریسک خیلی کمی داشته باشید. در درجه اول پیشنهاد میشه که باز نکنید، ولی اگر میخواید باز بکنید میتونید با ریسک خیلی کم، با تریگرهای خیلی خوب، با تاییدیه خیلی خوب پوزیشن باز کنید. و اینکه باز هم میاد پیشنهاد نمیشه الان معامله باز کنید، ولی میتونید الان اگر بخواید معامله باز بکنید باید استاپ های بزرگتری بزنید. چرا که شرایط، البته با استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه. چرا باید مدل استاپ بزرگتری بزنیم؟ چون به خاطر اینکه الان بازاری که داخلش هستیم بازاری که نوسان داره. واسه اینکه الکی استاپ نخورید، الکی ضرر نخورید، بهتره که استاپ بزرگتری هم بزنید. حالا خب با دامیننس تتر شروع می‌کنیم، با دامیننس دلار شروع می‌کنیم. دامیننس دلار، این سناریو نزولی ما محقق نشد توی دامیننس دلار. این به سمت بالا داره سود می‌کنه. خب وقتی داره سود می‌کنه، یعنی ما بازار رو میره سمت نزول، اونم در تایفی ویکلی. یعنی ما احتمالاً برای چند هفته آینده، حداقل 4 تا 6 هفته آینده، پول خاصی تو بازار نداریم. بنابراین تو اکثر ارزها به دنبال صعود و حرکت صعودی خاصی نباشید. چون نگاه کنید این الان در حال حاضر دامیننس تتر ما این سعودیه، اون حرکتی که میخواست، اون سنر سعودی که داشتیم زده. وقتی این دامیننس سعودی بشه، یعنی شما پولی توی بازار ندارید، در واقع همه به اصطلاح نقد هستن، معامله خیلی انجام نمیشه. بنابراین الان بازار حرکت سعودی خاصی به نظر من مشاهده نمی‌کنید. اما برای توتال یک، همونطور که قبلا هم حرف زده بودیم، منتظر بودیم که توی تایم فیلم دیلی یا سایکل MWC شکست به بالا، تریگر رو به بالا بده و با شکست لول 3.19 بتونیم ما ورود بکنیم. منتها خب این لول شکسته نشد. این صرفا یک کندلی که حالا اینجا زده، این یک تریگر حساب نمیشه، یک شکست حساب نمیشه. شکست داره معنی و مفاهیم و شکل و شمایل خاص مخصوص به خودشه، بنابراین این شکست حساب نمیشه. صرفا یک کندلی، اونم با شادوی بالا زد و همون برگشت پایین. بنابراین ما الان سناریویی که میتونیم داشته باشیم، با توجه حالا به شرایط پیش رو، باز هم پیش بینی نمی‌کنیم، داریم تشخیص میدیم، منتظر هستیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی با توجه به شرایطی که پیش رو خواهیم داشت، بیشتر سناریو نزولی مد نظر هستش الان. نه اینکه چون قیمت اومده، نه چون اینکه شاخص اومده پایین، به خاطر اینکه الان شرایط جهانی در حال به هم ریخته شدنه و مادامی که توی سایکل MWC، حالا HWCش فعلا سعودیه، HWC رو فعلا نمیتونیم تحلیل کنیم تایم فیلم هفتگی رو، ولی تایم فیلم دیلی، سایکل میانی رو الان ما داریم نگاه میکنیم. فعلا هیچ برنامه‌ای براش نداریم.
در صورت شکست زیر این لول و کلوز زیر این لول، یعنی کجا این لول؟ مثلا من لازم رو ببندم. یعنی لول 2-71. اون موقع میتونید یک برنامه‌های نزولی داشته باشین، یک برنامه برای پوزیشن باز کردن داشته باشین که همون که پیشنهاد میشه پوزیشن باز نکنید. بازار ریسکی و پرنوسانی هستش، به احتمال زیاد ضرر خواهید کرد. برای توتال 2 رو نگاه میکنیم. برای توتال 2 دقیقا همینطوری. حالا اینجا که بخواید اصلا شما بخواید نگاه بکنید، دوستانی که با پترن هاشا هستن، اینجا تقریبا چه گفته سقف دوتایی زده، همین اومده پایین و توی توتال 2 تریگر نزولی ما تقریبا فعال شده. اون حالت نزولی محقق نشده، بخشید حالت سودی محقق نشده، بنابراین ما الان حالت نزولیمون داره محقق میشه، چون اینجا در واقع این کندلی که زده این رو یک شکستی داره میده. حالا باید ببینیم، منتظر باشیم ببینیم کندل بسته میشه یا نه، با چطور بسته خواهد شد. حالا میبینیم بعد توتال 3 دوستان، توتال هایی که حالا میبینید طایفه بالا تحلیل نمیشه به خاطر اینکه همچنان طایفه بالاش تغییر نکرده، یعنی همچنان طایفه بالاترش سودیه. ما داریم برای این طایفه هایی که الان در معرض تغییر هستن، در احتمال زیاد قرار تغییر بکنه، تغییر خاصی قرار رخ بده و مهمتر هستن داریم بررسی کنیم. الان برای توتال 2 رو توتال 3 رو شما نگاه کنید. یک لحظه ببخشید. الان برای توتال 2 رو شما توتال 3 رو شما نگاه کنید. الان هم برای توتال 3 ما همچنان نمیتونیم نظر بدیم، بعد منتظر باشیم ببینیم این کندل چه اتفاقش میفته. و اینکه الان در حال حاضر توتال 3 که ما داریم میبینیم، این توتال بیشتر به حالت نزولی قراره بره. چرا؟ چون به خاطر اینکه این کندل آخری حالت نزولی ما که محقق نشد. سناریو بعد حالت سود بخشید حالت نزولی ما الان این کندلی که ما داریم اینجا میبینیم، این کندل البته شادو داره، خیلی به خاطر این کندل نیستش که بخوایم اینجا بهش اکتفا کنیم. باید ببینیم این کندل با بادی خوب میخوایم، این کندل با بادی خوب زیر این لول 805 کلوز بده، میتونیم وارد نزولی بشیم برای میان مدت، برای حداقل مثلا 3-4 هفته اخیر. یعنی یک سقف و کف پایین‌تر تشکیل بده، یک تغییر روندی انجام بشه که قشنگ بیاد نزولی یک سیگنال نزولی به ما بده که حالا تحلیل‌ها رو بگیر باشید. اگر انشالله دوباره اینترنت قطع نشه، ویدیوها پیگیری کنید، ویدیو رو تحلیل آپدیت میشه، اون موقع بهتون اطلاع میدادم میشه. این برای توتال ها. برای شاخص 10 تا ارز برتر بازارم، برای اینم ببینید همونطور که حالا مشخص شده بودیم سودی نیست، صرفا یک برگشتی داشته. به نظر میاد که این هم نزولی بشه، با توجه به اینکه حالا توتال همون هم دارن نزولی میشن، به نظر که این هم نزولی خواهد شد. همونطور که هم دارید میبینید صرفا یک سقف بالایی خواسته ثبت کنه ولی نتونسته. به نظر میاد این هم نزولی بشه. برای بیت کوین رو بخوایم خدمتتون بگیم، بیت کوین هم دقیقاً مثل همون توتال هست. شما نگاه کنید الان اینجا ما زیر این لول یک کلوزی داشتیم، مادامی که یک کندل خوب زیر این لول بسته بشه، زیر این سطح $84,000 بسته بشه، یک کندل خوب. ببینید الان این کندل شادو داره، به درد ما نمیخوره. یک تریگر خوب که بده میتونه قشنگ یک سناریو نزولی 4 تا 6 هفته آینده رو برای ما فعال بکنه. البته باز هم پیگیر باشید، تحلیل شاید آپدیت بشه، یعنی وضعیت عوض بشه، خب قطعا ما تحلیل رو آپدیت می‌کنیم و شاید سناریو دیگه مد نظر باشه. ولی فعلا با توجه به چیزهایی که داریم، اگر که این کندل بتونه خود کندل خوب، این کندل به درد ما نمیخوره، خیلی اعتباری نداره. اگه کندل خوب بسته بشه میتونه این نوید رو ما بده که برای 4 تا 6 هفته نزولی باشیم و لول زیر 80,000 تا رو تا حتی بیایم مثلا روی 70 تا 74,000 دلار اینا رو به راحتی میتونه ببینه. برای اینکه بخوایم بگیم بیت کوین مثلا 59,000 دلاری یا مثلا 60,000 دلار میبینیم، زوده دوستان. من سایر عزیزان رو کاری ندارم، هر کسی عقیده و تفکر خودش رو داره. تا الان من به نتیجه نرسیدم که، یعنی الان من نمیتونم این اظهار نظر رو داشته باشم که شاید ما بیت کوین شاید ما بیت کوین 60,000 دلاری ببینیم. بخاطر همین الان فعلا زوده واسه این حرفا که بخوایم بگیم بیت کوین 60,000 دلاری رو می‌بینیم، بیت کوین پایین‌تر می‌بینیم. ولی فعلا اگر اینجا یک نزولی داشته باشیم و به خصوص زیر این لول
یعنی در واقع زیر این جای کلوز زیر 80,000 تا 81,000 کلوز بده، اون موقع میتونیم دنبال یک سناریوی نزولی میان مدت باشیم. چه زمانی میتونیم دنبال این باشیم که بیت کوین رو زیر 70,000 تا به اصطلاح ببینیم؟ چه زمانی که شما این لول زیر 76,000 تا بسته بشه، کندل خوب، تیگر خوب بره، کف و سقف نزولی بزنه، اون موقع ما میتونیم مثلا دنبال این باشیم که آره مثلا بیت کوین میتونه لول‌های پایین‌تری ببینه، قیمت‌های پایین‌تری ببینه. اون موقع است. و یعنی فعلا به نظر بنده لول مثلا 60,000 تا 67,000 تا یه چیز رویا پردازیه بیشتر تا مثلا اینکه بخواد محقق بشه. به نظر من بیشتر یک رویا پردازیه، تحلیل نیست اون. اما بخش دوات صدا، اما برای دامیننس بیت کوین هم که مشخصه، این دامیننس به نظر میاد که صرفا نزولی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این دامیننس اومده یک سقف و کف بالاتری زده. خب شما نگاه کنید، یک سقف بالاتری، کف بالاتر زده، اما این سقف ها به طور کلی نزدیک به هم هستن. خب نتونسته سقف بالاتری ثبت کنه. حالا باید ببینیم این کف پایینتری ثبت کنه یا نه. کجا میتونیم بگیم دامیننس به اصطلاح نزولی خواهد شد؟ زمانی که بیاد زیر لول 58 ممیز 84، میتونیم اونجا بگیم آره نزولی شده برای میان مدت در سایکل MWC برای 4 تا 6 هفته آینده. این کلیت شکل و شمایل بازار به ساده ترین شکل ممکن هستش و برای فکر می‌کنم 1-2 هفته آینده، حالا با توجه به شرایط، باز دوباره ویدیوها آپدیت میشه. حتما ویدیوها رو پیگیر باشید. اگر که حالا دسترسیمون به اینترنت قطع نشه البته، حتما ویدیوها رو خدمتتون خواهیم گذاشت. فعلا خدا نگهدار.